بحث اسراف نمیدونم دیدگاه ما و شما نسبت به اسراف چیه؟ اسراف، تبذیر. من و تو خیلی ریخت و پاش میکنیم، خیلی اسراف میکنیم. یک عروسی 40 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان برای پذیرایی 2 شب. از خدا نمیترسی؟ طرف میگه من که ارکستر نیاوردم شراب بخورم. خب اونی که شراب میخوره خدا میگه چه؟ برادر شیطانه. اونی که اسراف هم میکنه شراب نخورده گفته برادر شیطانه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کدوم یکی از مسلمانی که تو 5 وقت نماز شرکت میکنه، روزی رمضان میگیره، تو نماز جمعه شرکت میکنه، دوست داره که خدا بهش بگه تو برادر شیطانی، انت اخو الشیطان؟ زمانی که من و تو ریخت و پاش کردیم، حیف و میل کردیم، اسراف کردیم، دیگه برنجی رو خالی کردیم تو سطل زباله‌دونی، حالا دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم خدا گفته، من نگفتم، خدا گفته تو برادر شیطانید. و علما میگن که اگر میخوای به خیرت بیفزایی جلو اسرافت بگیر. تصور بکنی یک نفر ماه 2000 تومان، روز 2000 تومان سیگار میکشه، روز 2000 تومان میشه ماه 60000 تومان. خود 12 تا 60000 تومان حساب کن. یعنی طرف اگر که این 12 تا 60000 تومان سیگار نکشه میتونه خیر بکنه. جلو اسرافشو گرفت، جلو معصیتشو گرفت، جلو حیف و میل گرفت، خیر کرد. حالا خود دیگه اسراف حج، اسراف عروسی، اسراف عزاداری، هم شیعه و سنی تا اینجا غرقن تو اسراف عروسی و اسراف حج و اسراف عزاداری. حالا دیگه حج هم شده اسراف. گوساله و کوچ آوردن تو فرودگاه خون میکنن رو پای حاجی. گوشتی که رو پای کسی خون کرده حرامه بخورید. این گوشت نباید بخورید. روی پای کسی خون نمیکنه. بری تو فرودگاه استقبال حاجی آمدن. حاجی میگفت 2 میلیون پول حج، 7 میلیون باید سوغاتی داشته باشن. میگه آب زمزم آوردم، ولی طرف چشمش به در اتاق پلاستیکی پر از لباس و ساعت و فلان و عطر کلون هست، آب زمزم برات آوردم، خرمای عجوای مدینه آوردم. اگر تو شهر وسط هر عروسی 1 میلیون جدا بکنم میشه سال 300 میلیون. تمرین بکنیم. اول سال جدیده، خدا درهای برکتشو باز میکنه. بزرگان فکری بکنن، بزرگان تکون بخورن، بزرگان حرکت بکنن، جوانان آمادن. چطوری این 20 نفر شیخ هماهنگی شد؟ وقتی که امام جمعه حرکت کرد، خیر حرکت کرد، شورا حرکت کرد، انجمن حرکت کرد، 20 تا جوان آماده شد. تو رویدر 40 تا داماد آماده کردن. از 7 تا شروع شد، از 10 تا شروع شد، الان 40 تا آماده کردن. کار فرهنگیه، کم کم شروع میشه با 2 تا 3 تا 5 تا میرسه به بنشینیم. با بی برنامگی نمیشه.